زبان فارسی زبانی که توانست همه اندیشه ها را به هم متحد کند و وسیله خودآگاهی تمام آریاییان شد و هم پشتیبانی دینداری و زبان علم بود که میراثی گرانبها برای مردم آریایی گذاشته شده است. هر باره که زبان فارسی از بیرون دچار ضربه شد بتوانست مثل درخت دوباره قامت افراسد. پروفسور دانشگاه کالیفرنیا دومینیک اینجینیتی استاد رشته ایرانی شناسی که کارهای زیاد دایر به اشعار حافظ انجام داده است رمز بقای زبان فارسی را در این می‌بیند. او میگوید زبان فارسی که میراثی مشترک تمام آریاییان میباشد توانست تنها به خودآگاهی ملی آریاییان پابرجا بماند. او اینچنین میگوید زبان فارسی که در کنار زبان ایسلندی قدیمترین زبانهای رایج در جهان است و قیمت زبان فارسی البته از تمام زبانهای دنیا بیشتر است. دلایل بسیار زیاد برای قیمت داشتن زبان فارسی وجود دارد ولی نمی شود همه آنها را در این یک مدت کوتاه بگوییم. همان طوری که می‌دانیم آریاییان نخستین مردمانی هستند که مفهوم دولت ملت را پیش از شکلگیری این در تاریخ اروپا و جهان بتوانستند در سرزمین‌های خودشان ساماندهی کنند و با همان تعبیر توانستند به خودآگاهی ملی برسند. این یعنی که آریاییان همواره می‌دانستند که آنها یک ملتند. برای شکل گرفتن یک ملت بجز دستگاه سیاسی و حاکمیت اینچنین باز باید زبان ملی و نظام باورهای دینی در داخل یک مرز تعیین شده باشد. آریاییان با استفاده از زبان فارسی توانستند یک پیوند فرهنگی در سرزمین‌های پهناور خودشان ایجاد کنند و آریاییان هر بار که دولت‌های ملیشان توسط خارجی‌ها سقوط کرد برای جلوگیری از سقوط ملی بودنشان از زبان فارسی همیشه با قدرت بالای استفاده کردند و اجازه سقوط خودآگاهی ملیشان راه ندادند و شاید هم طلسم زبان فارسی همین خودآگاهی آریاییان باشد. خیلی که می‌دانیم در روم باستان هم دولت‌های ملی وجود داشتند و در چین و در هند نیز دولت‌های پراقتدار ملی به وجود آمدند، اما هرگز زبان ملی در این کشورها برقرار نماند. در رابطه با هند می شود مقایسه جالب نسبت به آریایی‌ها داشت. همان اندازه که مردم آریایی مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتند هند نیز مورد تاخت و تاز خارجی بود و با اینکه تا پیش از ضبط هندوستان از طرف انگلیس ها تنها زبانی که توانسته بود مردم هند را تحت یک دولت ملی جمع کند زبان فارسی بود و نکته جالبی را باید در اینجا ذکر کنم که زبان فارسی را ترکان به هند بردند در حالی که زبان خودشان را داشتند. این را اینچنین در رابطه با دولت عثمانیان نیز میتوان گفت. دولت عثمانیان تا پیش از تأسیس دولت ترکیه زبان دولتی آنها نیز فارسی بود و ترکان عثمانی در مکاتب و سخنرانی ها و اشعارشان به زبان فارسی تکیه داشتند. این نشان می‌دهد که زبان فارسی را به هیچ وجه نمی‌شود به عنوان یک زبان قومی پذیرفت بلکه یک زبان تاریخی است که باعث ایجاد همبستگی در میان بسیاری از مردمان متمدن آسیای میانه، جنوبی و خاور میانه شد و میراث بزرگ فلسفی، ادبی و دینی تاریخی را به وجود آورده است. نخست وزیر پاکستان عمران خان درباره زبان فارسی اشاره کرده چنین میگوید اگر انگلیس ها در عصر 19 به هند آمده بودند همه ما با فارسی صحبت میکردیم زیرا زبان فارسی 600 سال زبان رسمی در هند بود. بعضی ها به این باورند که زبان فارسی توسط لشکرکشی های سلطان محمود غزنوی به هند وارد شد و بعد در امپراتوری 300 ساله مغول ها زبان اصلی اداره دولت آنها بوده، اما بعضی دلیل ها نشان می‌دهند که قبل از لشکرکشی های غزنویان بخش از مرکزهای این به زبان فارسی صحبت می‌کردند.
خودی مردم هند بر این باورند که هند را نه شمشیر سلطان محمود فارسی زبان کرد، بلکه سخنان میر سعید علی همدانی که امروز زیارتگاهش در تاجیکستان است، از 110 جلد آثار این عارف بزرگ که همه به زبان فارسی می باشند پره در سرزمین هند چاپ و منتشر شده است. و باید یک چیز را قید کنیم که آسیای مرکزی را گهواره زبان فارسی معاصر می نامند. دانشمند مشهور ایرانی سعید نفیسی نوشته است: زبان امروزه ما در همان نواحی های آسیای میانه که تاجیکستان یک جزو آن می باشد نخست پیدا شده و زبان سراسری ایران امروزه گردیده است. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوی ما به ما ابونه شدن را فراموش نکنید و اینچنین فکر و عقیده های خودتان را در زیر بنویسید.